بسم الله الرحمن الرحیم. یک نقشه معماری به مساحت 220 متر تقریبا طراحی کردیم. این ساختمون یا این بنا شامل 2 طبقه مسکونی و 1 طبقه تجاریه. یه نیم طبقه هم داره. عملا میشه 3 سقفونی. همونطور مشاهده ما آکسبندی ستونا رو گذاشتیم، ولی یه چالشی هست توی این پلان که ما یه کنسول 2 متر و 45 داریم. این کنسول تمام 2 متر و 45 سانت باعث میشه که لنگر زیادی روی تیر متحمل بشه و احتمال زیاد این ستون باید قوی تر و این تیر هم باید قوی تر باشه. و یک چالش دیگه داریم، اینه که کارفرما از ما خواسته که از اینجا ستون قرار ندیم، ستون رو فاصله بدیم. و الان به یه مشکلی که به من گفتن حالا 1 متر و نیم، ولی حالا بنا به شرایط مجبوریم 1 متر و نیم کمتر ببریم، چون که این زاویه تیر مورب باید کمتر 15 درجه باشه. اما این اگه 15 درجه لحاظ کنیم اینجا قرار میگیره و همانا ستون باید شیفشه این قسمت و این اختلاف ستون اختلاف 30 سانت. کارفرما خواسته بود از ما 1 متر 1 متر و نیم باشه. حالا بنا به شرایطی که توجیه اقتصادی به قول معروف نداره این موضوع که 30 سانت بخواد مثلا جا به جا بشه، مجبوریم اینجا 1 و 2 دهم رو ببریم بالا و کل ساده رو اوور طراحی کنیم. بهتره که حالا این ستون رو 30 سانت جا به جا بکنیم و اون جریان روی 1 و 2 دهم رو صرف نظر کنیم و اینجا بشه که آکس تغییر میکنه و این آکس تغییر میکنه در علاوه هماهنگی حتما باید با کارفرما هماهنگ بشه که این ستون باید جا به جا بشه و اون تاییدش بده. حالا لحاظی که این کارفرما از آشنای خودمون از و دستمون باز هست تو ستون گذاری، ما این کار انجام بدیم که به نفع خود کارفرما باشه. این دهانه هم میتونیم اینجا 3 متر 66 خوب علاوه فضای ماشین روش